که از صدای تریدی هم ساپورت میکنه. شما میتونید توی بازی ها صداها رو به صورت سه‌بعدی بشنوین، موقعیت انمی ها رو میتونید به صورت سه‌بعدی بفهمین انمی کجاست و سریع بهش واکنش نشون بدین. تیراندازی ها رو میتونید بفهمین که از کدوم طرف دقیقاً داره شلیک میشه و همه اینا با هم ثابت میکنه که VR2 یک عینک واقعیت مجازی تمام و کماله. اما سونی به دو نکته مهم اشاره نکرده. یک، زمان عرضه و دو هم قیمتش، یعنی به چه صورت میتونه باشه. زمان عرضه این عینک واقعیت مجازی پیش بینی میشه که امسال میتونه که عرضه بشه، یعنی جوری که خب زمان معرفیش خیلی زوده، توی سال 2022 میتونه توی سال 2022 باشه، شاید سال بعد. و از اونجایی که ما مدل قبلی رو که یک عینک واقعیت مجازی ارزون نبود و هم قیمت کنسول شما باید پول میدادی که PSVR رو بخرید و اینجا هم به نظر میاد با این همه قابلیتی که اضافه شده، با دسته‌هایی که به این VR اضافه شده، با این قابلیت‌های پروپیمونی که هدست واقعیت مجازی PSVR 2 داره، به نظر نمیاد که قیمتی کمتر از $500 رو ما شاهدش باشیم. به احتمال زیاد میتونه بیشتر از $500 هم باشه، اما باید ببینیم که آیا سیاست سونی این هست که بیاد واقعیت مجازی رو بگیره تو مشتش یا نه. در اون صورت ممکنه قیمت پایینی رو ما ببینیم، اما الان پیش بینی هایی که میشه اینه که قیمت عینک واقعیت مجازی بیشتر از $500. و اما سونی با عرضه این عینک واقعیت مجازی یک بازی هم معرفی کرد و وعده اون رو به ما داد، بازی هورایزن کال آف دی ماونتن، که این بازی قراره که برای VR2 به صورت انحصاری عرضه بشه و خیلی جذاب میشه اگه بازی‌های انحصاری به صورت VR هم اینجوری گسترش پیدا کنن.